با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام براتون یه استراتژی توضیح بدم، یه استراتژی رو براتون بررسی کنم و توضیح بدم که بسیار بسیار درصد موفقیت بالایی داره این استراتژی و سوددهی خیلی خوبی داره و کسایی که بتونن مثل استراتژی سشن از این هم استفاده کنن قطعاً به سوددهی خواهند رسید. خوب دقت کنیم تا بتونید ازش استفاده کنید. خب ما اول این کاری که میکنیم میریم به تایم 15 دقیقه و کندل هامون رو روی کندل هیکل قرار میدیم. کندل رو هیکل میکنیم، تایم معاملاتی رو میذاریم روی 15 دقیقه، چارت رو باز میکنیم، ساعت 9:30 به وقت نیویورک رو پیدا میکنیم و از ساعت 9:30 به وقت نیویورک در چارت هیکل میگردیم دنبال کندل دوجی، دنبال کندلی بلا تکلیف، دنبال کندلی که دو طرف شاخه داشته باشه و بدنش تقریبا وسط قرار گرفته باشه. اون کندل رو میایم علامت میزنیم. الان ساعت 9:30، این ساعت 9:30 نیویورک هست. حالا من یه دونه اینو عقب میندازم که کاملا مشخص بشه. این کندل منظور منه، این کندل رو علامت میزنیم، بالا و پایینش رو یک کادر میکشیم. قسمت بالایی و قسمت پایینی این کندل رو از یعنی های تا لوش رو یه کادر مستطیل میکشیم و انتقالش میدیم به جلو. حالا من همه رو علامت زدم که بهتون نشون بدم دیگه وقت زیاد گرفته نشه. اینو با عنوان نمونه دوباره خودم علامت زدم. این کار رو انجام میدیم. دقت کنید در کندل های هیکل حتما باشیم. کندل ها روی هیکل باشه. تایم 15 دقیقه، ساعت 9:30 نیویورک میایم سر کار میشینیم. کندل دوجی رو پیدا میکنیم، بالا پایینش رو علامت میزنیم، یک کادر میکشیم، منتظر میمونیم تا این کندل شکل بگیره و کندل های بعد هم شکل بگیره. و حالا چیکار میکنیم؟ حالا کندل هامون رو برمیگردونیم به حالت کندل استیک قبل، برمیگردونیم به کندل استیک و میایم تایم 5 دقیقه یا حالا 3 دقیقه، در همه اینها میتونیم این کارو بکنیم. میایم کندلمون رو که توی هیکل نشتی کادرش رو کشیدیم، میایم تایم 5 دقیقه یا 3 دقیقه یا حالا کمتر از اونم میشه ولی یکم خطاش بیشتر میشه، 1 دقیقه هم میشه ولی 3 و 5 خیلی بهتره. میایم 5 دقیقه منتظر شکست این ناحیه میشیم، منتظر میشیم این ناحیه به یک سمت بشکنه. ناحیه که شکسته شد، ببینید اینجا ما این کادر رو کشیدیم، ناحیه ما از بالا شکست، ناحیه از بالا میشکنه و ما میتونیم همینجا برای بای ورود به معامله بکنیم. استاپش رو بذاریم پایین تر و یه حد سود 2-1 رو حداقل ازش بگیریم. مثلا حالا اینجا 60 پیپ استاپ، میتونیم زیر کادر بیاد. این استاپ خیلی بهتره، هرچی پایین تر باشه یعنی به سمت داخل کادر کشیده بشه این استاپ بهتر میشه. حالا ما میگیم همینجا، حالا چون امروز این حجم بازار بالای حالا شده 70 پیپ، حالا اینا کار نداریم، 1-2 رو ازش میگیریم. حالا طبق شما استراتژیتون دیگه میتونید مدیریت سرمایه کنید. مهم نیست که این 70 پیپ حد ضرر، این 70 پیپ شما با مدیریت سرمایه میتونید ازش درست در بیارید. 1-2 رو ازش میگیریم، 150 پیپ اینجا داد با حساب 70 پیپ. کل ماهیت کار همینه. روز بعد، روز قبل، یعنی روز قبل رو میایم نگاه میکنیم. ببین دوستان، این با این استاپ هم داره، اصلا فکر نکنید همیشه به سود میشینه، نه، ولی درصد موفقیت بالایی داره. یکم کندل شناسی داشته باشید خیلی بهتر میشه. باز هم من کادر اینو دیگه مشخص کردم، رفتم توی 15 دقیقه مشخص کردم با کندل هیکل برگشتم به 5 دقیقه. خب منتظر میمونم این کادر از یک سمت شکسته بشه. این کادر از بالا شکسته میشه، بالای این های من میتونم ورود کنم. اینجا به من ورود نداده، ببینید اینجا ورود نداده به من و من وارد معامله نمیشم. اگر اینجا ورود میکردم روی این کندل، چون هایش خیلی نزدیک بهش، من بالاش میذارم اوردرم، وارد نمیشم، کندل برمیگرده. اگر وارد میشدم استاپ میخورد و به کف میرسه. ببینید در این کف اینجا به ما اینگالف داده. ما همینجا اگر یکم کندل شناسی، اگر یکم روش
کاری که من براتون توضیح دادم در معاملاتم رو نگاه بکنی، شما اینجا راحت میتونی ورود کنی. اینجا ورود میکنی، حد سود زیر این قضیه، زیر این کندل و حد ضرر اینجا و حد سودت هم حداقل تا اینجا میتونی بگیری و بیشتر هم که داده. اگر اینجا هم حتی ورود نکردی، در این قسمت هم ورود نکردی، میمونی باز با شکست این کادر ورود میکنی. شکست انجام شد، بالاش ورود میکنی، استاپتو میذاری، تیپیت هم میگیری. بسیار ساده و با دقت بچه ها این روش یکی از روش هایی که خودم در معاملات ازش استفاده میکنم و ندیدم جای این همچین چیزی رو توضیح بدن، به این شکل توضیح بدن. خب میریم برای روز بعد، روز قبل 31 ژانویه. کادر رو کشیدیم، کندل میشکونه، ما زیر این کندل ورود میکنیم. حالا ما در نظر میگیریم که اصلا اینجا استاپ میخوریم، اشکالی نداره، ما اینو در نظر میگیریم استاپ خورده. معامله بعدیمونه، سر این کندل باز میکنیم، استاپشو میذاریم این بالا، حداقل یک معامله 1-1 رو اینجا به ما داده. ما باز هم میگیم نه این هم استاپ، اشکالی نداره، بازار همینه، یه روز 2 تا 3 تا به استاپ میزنه، هیچ اشکالی نداره. استاپ تو اینجا میزنه، باز هم بالای این کف میاد، اینجا دوباره میاد داخل. این بار دیگه اومد داخل، دوباره ازش خارج شد، دوباره ورود میکنیم، استاپ میذاریم، تیپی میذاریم. این بار دیگه ببینید سود خوبی داده، خیلی آمده پایین، 2 تا ضرر هم به راحتی جبران کرده. کل ماهیت کار همینه، بسیار ساده ولی کارآمده. روز قبلیش ببینید، من دارم از لایو بازار نگاه میکنم، نیومدم یه جاهایی از بازار رو پیدا کنم واسهتون خوباشو نشون بدم. دیدید که اینجا 2 تا استاپ هم به ما زد، هیچ اشکالی هم نداره. روز قبلیش باز هم کادر رو مشخص کردم، ورود میکنم بعد از شکست، استاپ، تیپی، باز هم تیپی. درصد موفقیت بسیار بالا، بسیار بالا. هم خیلی ساده و راحت برای هم مبتدیان هم حرفه‌ایان. هرچی حرفه‌ای تر بشی بهتر معاملش میکنی. باز هم روز قبل تر، ساعت 9:30 نیویورک به بعد. ببینید اینجا ساعت 10، ساعت 10 کادر رو به ما داد تا اینجا. حتما نباید کندل ساعت 9:30 ایجاد بشه. اگر کندل ساعت 9:30 ایجاد نشد، 9:30 به بعد رو نگاه میکنیم، کندل دوجی رو دیدیم، علامت میزنیم در هیکنشی 15 دقیقه، برمیگردیم به کندل استیک در تایم 5 دقیقه، منتظر شکست میمونیم. کندل شکست انجام شد، ورود بالای کندل، حد سود، باز هم سود. درصد وین ریتش خیلی خوبه، واقعا خیلی خوبه. روز قبل تر باز هم کندل رو علامت زدیم، کندل در هیکنشی ها، دقت کنید دوستان در این تایم نیست، این علامتی که میزنیم در هیکنشی 15 دقیقه است. شکست، ورود، یعنی تو 60-70 پی 80 پی بیشتر میخوای از بازار، بسته دیگه. شکست و ورود، بسیار خوب، بسیار عالی، حد سود ما رو به ما میده. روز بعدی شکست انجام شد، ورود میکنیم، حد ضرر، حد سود 60 پیپ حدوداً به ما داد. 60 پیپو گرفتی بیا بیرون، اصلا نمیخواد بگیری تا 200 پیپ، یا حداقلش اینه که 60 تا گرفتی دیگه ریسک فری کن، ریسکتو صفر کن، استاپتو بیار رو نقطه ورود دیگه، برگشتم کرد ضرر نکنی. باز هم سود به ما داده. کل ماهیتش همینه. باز هم یک روز دیگه، روز قبلتر، دوباره اینجا شکست. ببینید شکست کادرو به پایین، معامله، حد سود 60 پیپ، حد ضرر، حد سود رو به ما میده و باز هم ما با سود از بازار خارج میشه. خب کل ماهیت این بازار برای این سیستم همینه دیگه. علامت نزدم، حالا دیگه بقیه شد دیگه، فکر میکنم کافی باشه، فکر میکنم کاملا متوجه این موضوع شده باشید که به چه صورت این کار. خب حرف دیگه ای نمیمونه، توضیحش به نظرم کامل بود. اگر جایی براتون مبهم بود ازم در پیوی سوال کنید بهتون جواب میدم، راهنماییتون میکنم. به نظرم کامل توضیح دادم دوستان. بسیار بسیار سوددهه این روش، بسیار سوددهه، بسیار وین ریت بالایی داره و به ساده ترین شکل من این رو دارم براتون بیان میکنم. این یکی از سیستم های شخصیه که من باش به راحتی ترید میکنم و با خیال راحت سودمو میگیرم.
کسی هم همچین چیزی رو جای توضیح نداده. خودتون برید تو چارت بررسی کنید، جای سوال بود حتما بپرسید. کانال رو دنبال کنید، پیگیر باشید، کانال یوتیوب رو دنبال بکنید. استراتژی ها رو در کانال یوتیوب میذارم، اونجا نگاه کنید، اونجا رو سابسکرایب کنید کانال یوتیوب رو. اگر میخواید موفق بشید تلاش کنید برای رسیدن به موفقیت. دنبال لقمه آماده نباشید. اینا رو که من دارم بهتون میگم، شما برید رو چارت تستش کنید، نتیجهش رو ببینید. اشکال نداره اگه 2-3 روز پشت هم حساب خوری، هیچ موردی نداره. بازار همینه، 2-3 روز به تو حساب میزنه، بعد اونورم 2-3 روزم 4 روزم به تو سود میده. ماهیت بازار همینه. مهم اینه که تو معاملات تو جوری بگیری که با مدیریت سرمایه درست در بیاد و بتونی آخرش وین ریت برنده‌ای داشته باشی، ته ماه برآیندت مثبت باشه. موفق و پیروز باشید. سوالی بود حتما در پیوی تلگرام از من بپرسید، من در خدمت شما هستم. شب و روزتون خوش.